سلام زیجیده، ادامه صحبت‌های قبلیمون که اشاره کردیم به وضعیتی که تو حزب حکمتی پیش اومده و از طرف اکثریت کمیته مرکزی حزب فراخوان پلنوم، یعنی پلنوم 23 داده شده در رابطه با یه بخشش این وضعیت بحرانی که تو حزب و بخشی روتین‌های حزب که خودش پلنوماشو به موقع میگیره اینا، ولی از طرف دیگه بخش اقلیت کمیته مرکزی اصلا این مکانیزم‌های حزبی رو دور میزنن و قبول ندارن بیان به پلنوم و خودشون هم در سال 2004 الان با اسم و رسم و نامه و سیاه روی سفید نوشته شده که اون موقع به اقدامات اینچنینی حمید تقوایی انتقاد جدی داشتن که ابزارهای حزبی رو نقض نکنه، موازین حزبی رو نقض نکنن، ولی متاسفانه امروز خودشون عین همین عکس نوشته‌های اون موقع اعتراض اون موقع خودشون رو دارن پیش میکشن و فراخوان کنگره 5 رو دادن. به نظر شما این چگونه باید باشه؟ آیا این مشروعیت داره؟ آیا این راه بیرون رفت از این وضعیت با توجه به وضعیتی که الان توی حزب کنگره 5 تازه کنگره‌ای که انتخابات و شیوه برگزاری خود کنگره رو در دستور نگذاشتن. کنگره 5 با نماینده های منتخب کنگره 4 میخوان بیان. اونا معلوم نیست آیا واقعا عده زیادی موندن رفتن فوت کرده، معلوم نیست این اصلا واقعا این قانونیه، این اصلا قابل قبوله؟ شما در این رابطه چی میگید؟ کسی که وقتی بحران به حزب تحمیل میکنه یه روش انحلال طلبانه رو تو حزب در دستور و روش و منشش قرار میگیره، قطعا راه‌حلاش هم در ادامه همون سبکه، در ادامه همون شیوه است. رفقایی که همونطور که توضیح دادیم ابتدایی ترین موازین اساسنامه‌ای مقررات این حزب رو زیر پا له کردن و یه شبه کودتا و روش انحلال طلبانه رو در حزب پیش گرفتن. خب معلومه راه‌حلشون هم در ادامه همون روشه و کنگره نمایشی که فراخوان دادن دقیقاً نه تنها انحلال طلبانه است بلکه توهین است به شعور و به حق و حقوق کلی کادر و اعضای این حزب. کنگره‌ای که گویا قراره که 2 سال پیش نمایندگانی داشت، امسال اون همون نمایندگان اونجا بره. توجیه اوناست که گویا اختلافات توش نیست، در حالی که همه میدونن این حقیقتی توش نیست. هر کسی حتی نمایندگان کنگره 4 هم بره تو اونجا فضای امروز حزب رو نمایندگی میکنه، فرقی نمیکنه. اون خودفریبیه، فکر میکنه اگه نمایندگان کنگره 4 رفتن دیگه فضای امروز و خودبندی‌های امروز رو نادیده میگیرن. این یکی از اون خودفریبی‌هایی هست که متاسفانه رفقا در پیش گرفتن. اون یک. دوم، اون رفقا احترامی قائل نیستن به رأی و انتخاب شدن نسل دیگه از کمونیستای تو این حزب. کادر و اعضایی که در این 2 سال اخیر به این حزب پیوستن و یا در موقعی قرار دارن که شانس اینو دارن به عنوان نماینده حزب تو بخش‌های مختلفش، تشکیلات داخل، خارج، کردستان، هر جا انتخاب بشن برای سرنوشت حزب، چرا باید در این شانس رو از اونها بست و فقط این حق و قائل شد که گویا نمایندگان مثلا 2 سال پیش حزب میتونن نمایندگی امروز حزب بکنن؟ در نتیجه این هم مستقیما برعکس تبلیغاتی که رفقا میکنن، دقیقاً بستن حق و حقوق و احترام یک نسل جوان و یک نسل از کادرهای این حزبی که میتونن امروز به عنوان نماینده حزب و در کنگره 5 شرکت کنن. اونا اون راهو میبندن ازشون. و یه مسئله دیگه که اون رفقا توجه نمیکنن، توجه که چه از کنم آگاهانه دارن اینو به پیش میبرن. ما یه تجربه چنین کنگره هایی تو یه حزب دیگه ای داشتیم و اون حزب دیگه دقیقاً علیه سنت های کمونیسم کارگری، علیه سنت منصور حکمت، علیه سنت حزبی و مکانیزم های حزبی بود. یک کنگره اعضا رو فراخوان دادن، پناه حقوق، من یادمه دیگه، پناهجو رو این ور اون ور جمع میکردن، میگفتن پول سفرتونم میدیم میبریم اونجا، چی؟ که ببرن یه نسل از کمونیستای قبر یه نسل از کمونیستا رو بکنن، هررا بهشون بدن، آبروشون ببرن
و یه مدیری تعدادی رو جمع کنن که رو به جامعه حیثیت و حرمت کمونیسم و رهبری این حزب رو زیر پا بذارن بدون اینکه هیچ بحث سیاسی جدی معقول و پروسه قانونیش تیکه باشه. این رفقا همین روش رو دارن میشه، یه روش ایدئولوژیکه. خیلی خلاصه بگم، به اعتقاد من روش شبیه مذهبی، منطق توش نیست، احساسات و تحریکات و فریب توشه. و نکته دیگه که این رفقا که گویا اگه این موازین کنگره 4 رو به پیش ببریم احترام قائلیم برای رفقایی که تو داخل نمایندگی میشدن. در حالی که من سوالم اینه این چه، اولا این چه، نظر شخصی خودم میگه این چه نوع احترامیه؟ به فرض من تو عضو کمیته سازمانده 2 ری 3 ری رو دارم و میام تو کنگره این حزب بدون اینکه فلان کادر حزب فلان کمونیست حزب تو داخل ایران تو کل مکانیزم‌های جدل‌های بحث قرار گرفته، من سلام زیجی نمایندگیش میکنم و استفاده میکنم از ریش برای تغییر تناسب قوا تو یک کنگره حزبی، در حالی که اگه حقیقت رو ببینی اون طرف خودش اینجا حضور میداشت شاید یه جوری دیگه سر وجود میکرد. این چیزیه که از طرف بخشی از کمیته مرکزی گفته بابا باید یه راهی برای این درست نیست، راه داریم، ما راه پیشنهادی خودمون رو داریم، نمیتونم اینجا مطرح کنم. راه پیشنهادی خودمون رو داریم، حداقل بخش قابل توجهی از کمونیستای داخل ایران به یه شکلی مستقیم یا غیر مستقیم خودشون در کنگره حزبی حضور داشته باشن و شرکت کنن و نقش ایفا کنن. این یه چیزی اون رفقا تحت نام فعالین داخل حقوقشون رو دفاع میکنیم. من میگم متاسفانه اون روش دقیقاً زیر پا گذاشتن روش حقوق و احترام به اون کادر کمونیستی تو داخل. این یه جنبه دیگه بالاخره تو این حزب و در پلنوم اخیرش تصمیم گرفته بخشی از سازمان حزب که قبل از کنگره 4 کلا زیر یک چتر قرار میگیره به عنوان کمیته سازمانده، امروز بخشی از اون سازمان تحت اختیار یه تشکیلات دیگه به اسم کمیته سازمان تشکیلات کردستان حزب. پس در نتیجه اون رفقای 3 نفر یا 4 نفر در کمیته سازمانده یا هر هستن نمیتونن دیگه اینا رو نمایندگی کنن و این احتیاج داره به و باید طبق مقررات امروز حزب بریم در این رابطه. و علاوه بر همه اینا این چه کنگره‌ای است؟ کنگره‌ای هست که کمیته مرکزی که کنگره 4 انتخابش کرده به رسمیت نمیشناسه. اینجا من میگم فریبکاریه. چرا تو نمایندگان کنگره 4 رو ظاهرا به رسمی میشناسی بخاطر منفعتی که خودت دنبال میکنی، ولی کمیته مرکزی رو قبول نداری؟ این چه نمایندگیه؟ در حالی که کمیته مرکزی منتخب کنگره قبلیته. در نتیجه با توجه به این توضیحات من فکر میکنم روشون رفقا برای این فراخوان چه دادن به شدت مضر، به شدت ایدئولوژیکه، به شدت غیر مسئولانه است و من فکر میکنم هیچ مارکسیستی و هیچ کمونیستی تو این حزب نباید تو این نمایش شرکت داشته باشه و باید به حال خودش رو بذاره. همون 6-7 نفری که هستن برن هر جوری تصمیم میگیرن خودشون بگیرن. حزب نمیره پایین، ارگانای حزب جواب منفی به این داده، کمیته‌های اصلی جواب منفی به این داده، اکثریت کمیته مرکزی فراخوان پلنوم کمیته مرکزی رو داده و دبیر کمیته مرکزی سر باز داد از این تنها وظیفه‌ای که داره و این پلنوم فوق‌العاده فراخوان داده شده. کمیته‌های اصلی حزب، کمیته کردستان، کمیته خارج کشور، حتی کمیته‌های شهری، گارد آزادی، همه اینا دفاع کردن از پلنوم حزب. در نتیجه اسکلت اصلی این حزب و ارگان‌های رسمیش خواهان پلنوم و پلنوم اکثریت کمیته مرکزی فراخوان داده و ما هم طرفدار این روش قانونی هستیم. پلنومی که نه تنها کمیته مرکزی بلکه خواهان اینیم که کادرای حزب تا اون جایی که براشون ممکنه تو اون پلنوم شرکت داشته باشن و گفتیم تو اون پلنوم اون رفقا نگران اینن چون همیشه تو اقلیت بودن تو کمیته مرکزی حزب که گویا اکثریت کمیته مرکزی که ما باشیم اونجا با ری گیری ممکنه یه جوری یه چیزی رو تحمیل کنیم به اونا، در حالی که اولا نباید از این بترسید اگه حزب یک طرفدار حزب تعدد نظری. دوما ما رسما اعلام کردیم که به این در رابطه با مسائل اختلافات جدی اصلا به ری متوسل نمیشیم. اعلام کردیم که این پلنوم رو برای تدارک کنگره 5 حزب
چیز میکنیم، کمیسیونرش رو سازمان میدیم، نمیدونم بخشای نمایندگان رو سهمی بندیاش رو چیز میکنیم و پلونوم دیگه، پلونوم خودش میتونه هر دستوری دیگه هم در دستور کارش بذاره. و اضافه بر اینو اضافه کنم، اون رفقا بی خود به این ادعا رو میکنن که گویا ما کنگره رو نمیخوان. کنگره جزء دستور رسمی دفتر سیاسی این حزب بوده، در پلونوم 22 اعلام شده و دفتر سیاسی هم فقط به خاطر وضعیتی که تو حزب پیش اومده تا امروز به تأخیر انداخته و اکنون این پلونوم فوق‌العاده که میره، بعد از پلونوم فوراً کنگره قانونی، نه کنگره شورش، نه کنگره غیر حزبی به اون رفقا اعلام، یک کنگره قانونی سازمان پیدا میکنه. پروسه انتخابات تو این حزب مثل همه کنگره‌های دیگه قانونی و اساسنامه اجرا میشه و هر کسی به عنوان نماینده حزب اومد تو اون کنگره قانونیت داره با هر نظر و دیدگاه متفاوتی که داره و ما این مسیر رو داریم طی می‌کنیم و همونطوری که گفتم بخش زیادی از رفقا و ارگان‌های حزبی و کمیته مرکزی حزب این مسیر پیشنهادی رو پذیرفتن و من هنوزم خوشبینم که کادرهای حزب، حتی رفقای اقلیت تو که این وضعیت رو برای حزب پیش اومدن، اعضای دیگه کمیته مرکزی به این صف بپیوندن و بیان تو پلونوم کمیته مرکزی این حزب و در اونجا با هم اگه میخوایم حزب حکمتیست رو به سلامتی و به درستی نمایندگی کنیم به پیش ببریم تو اون پلونوم شرکت کنن. نیومدن باران حزب کار خودش رو میکنه و اکثریت کمیته مرکزی کادر کار خودش رو میکنه.